یادشون بمونه این سلام. خب از پنالتی زنها گفتیم، از پنالتی گیرها بگیم. گلرها اونها چه نقشی دارن؟ خب خیلی تاثیرگذاره. دارن پنالتی اولو میزنن. بریم آقای نوشادی، شما گزارش خوب خودتون ادامه بدید، ما ببینیم که تکلیف چه خواهد شد. آقای نوشادی سلام، اولین پنالتی رو ببینیم که کی میزنه. دست انداختن گردن هم کنار خط طولی ایستادند. محمد جواد زاری، دروازه پرسپولیس، رادوشویچ. ببینیم چه زمان اجازه میده آقای زاهدی فر. زاهدی ضربش رو خواهد زد، زاهدی میزنه و توی اون سمت ماهینی میره که ضربه پنالتی رو بزنه. به واقع خیلی سخت هست. این زارعی که نشون داد که چارچوب دروازه رو خوب میشناسه، هم با سر هم با پا. ببینیم ماهینی چه خواهد کرد. این هم اتحاد بازیکنای قشقایی، زارعی باشون صحبت میکنه. اون سمت هم پرسپولیسیا به همون شکل ایستادن. علی اسدی باید بره تو دروازه واسه آیه زاهدی فر باش صحبت کرده و اسدی که باید ببینیم دروازه‌بان پنالتی گیری هست یا خیر. همه منتظر هستیم تا به اینجای کار. قشقایی 2-1 از پرسپولیس جلو هست. ماهینی ضربه رو خواهد زد. مدافع بوشهری تیم پرسپولیس تهران. آقای زاهدی فر در کنار او ایستاده، محل قرار گرفتن توپ رو دقیقاً مشخص کرده و علی اسدی که حالا باید به روی خط قرار بگیره. امروز مسئولیت سنگینی بر عهده ماهینی بود. علی اسدی هم توپای خیلی خوبی رو گرفت برای قشقایی. حالا یه مسافه رو در رو و همه منتظر که ببینیم چه خواهد شد. ماهینی خواهد زد. آیا زاهدی فن این اجازه رو حالا میده؟ ماهینی و اسدی نگاه میکنه. ماهینی حرکت خوش انجام میده، با پای راست ضربش رو میزنه و توی دروازه. ماهینی هم گل میزنه. پنالتی بعدی رو که خواهد زد؟ یک بار دیگه با هم میبینیم. رادوشویچ رفته در دروازه قرار گرفته. این بازیکن با اسدی هم صحبت میکنه. ببینیم پنالتی رو چگونه خواهد زد. حالا دورخیز رو انجام میده. اسدی هم درون دروازه هست. چه ولوله از تو ورزشگاه. حالا میزنه و به تیرک میزنه. ضربه بازیکن قشقایی. فکر میکنم مسعود اسدی بود. بله مسعود اسدی بود که ضربه رو زد به این شکل خلاف جهت حرکت دروازه‌بان پرسپولیس، اما توپش به تیرک برخورد کرد. پس دومین پنالتی قشقایی گل نشد. حالا علی اسدی، احمد نوراللهی باید بزنه. ضربات ایستگاهی سمت راست رو او زد در نیمه دوم. ببینیم پنالتی چگونه میزنه. علی اسدی درون دروازه هست. احمد نوراللهی، آقای زاهدی فر که حالا اجازه میده ضربه زده بشه. نه، صحبت میکنه با دروازه‌بان پرسپولیس. حالا باید بزنه. نوراللهی میزنه و توی دروازه گل برای پرسپولیس. زننده گل نوراللهی. حالا پرسپولیسیا 2-1 جلو میافتن. مجید چابک پنالتی زن بعدی خواهد بود. اینگونه دروازه قشقایی رو باز کرد نوراللهی.
مجید چابک باید ببینیم چه خواهد کرد. رادوشویچ درون دروازه، چابک در نیمه دوم به ترکیب اضافه شد. دورخیز خوش انجام داده، ضربه‌شو باید بزنه، حالا میزنه و توی دروازه خلاف جهت حرکت رادوشویچ. پس چابک هم گل میزنه. 2-2 مساوی، با این تفاوت که پرسپولیسی‌ها یه پنالتی رو کمتر زدن. ولادیمیر پریاموف یه گل زد در مسابقه برای پرسپولیس با ضربه سر. ببینیم پنالتی چجوری میزنه. بازیکن اوکراینی تیم پرسپولیس تهران. اسدی هم درون دروازه هست. دورخیزش انجام داد پریاموف. آیه زاهدی فر حالا اجازه میده. پریاموف با پای راست میزنه و توی دروازه. گل برای پرسپولیس، گل سوم. حالا تو پنالتی ها 3-2 پرسپولیس پیش هست. یک بار دیگه با هم ببینیم. پریاموف به این شکل دروازه اسدی رو باز کرد، در جهت توپ هم حرکت کرد علی اسدی، اما به توپ نرسید. این رضوی هست، محسن رضوی پوریان. آیا کریم باقری کنار آی برانکو رو دیدید که ایستاده بود؟ رضوی چگونه خواهد زد؟ سر صدای تماشاچیان طرفدار پرسپولیس. رضوی و رادوشویچ. رضوی حالا ضربه‌شو میزنه و توی دروازه. هرچی زدن قشقایی خلاف جهت زدن، فقط اون یه پنالتیشون بود که به تیرک خورد. 3-3 مساوی. ببینیم این پنالتی بسیار حساس و محسن مسلمان، این هم مهدی شیری. محسن مسلمان یه همه کاره بود امروز برای پرسپولیس، هافبک میانی این تیم، پاسور تیم و ضربات ایستگاهی را هم اکثرا او زد. با پای چپ خواهد زد. اسدی هم درون دروازه. آیه زاهدی اجازه میده، محسن مسلمان میزنه و توی دروازه. گل برای پرسپولیس و آوردگاه پنالتی ها که به کام پرسپولیسی ها هست. و در نهایت مهدی شیری. شاید خیلی قابل مقایسه نباشه این پنالتی با پنالتی هایی که خیلی از بزرگان فوتبال دنیا از دست دادند. کاپیتان هایی که پنالتی رو از دست دادن، اما مهدی شیری برمیگرده. ببینیم چه اتفاقی افتاده. یه ایراد اشکالی گرفت ازش. بله، ساقبنداشو در آورده و ساقبندا رو بعد بپوشه، کاملا مهیا و آماده بیاد پنالتی رو بزنه. خیلی از کاپیتان‌های بزرگ فوتبال دنیا پنالتی‌هاشون از دست دادن. ما که دوست داریم مهدی شیری گل بزنه. حالا انشالله که یه اتفاق خوبی بیفته. طرفدار پرسپولیس که تشویق میکنن تیم خودشون رو، اونها هم خوب کار کردن. مهدی شیری با تجربه که هم برای پرسپولیس بازی کرد و هم برای قشقایی، با کوله‌باری از تجربه، با آمادگی خودش در این سن، خیلی چیزها رو به نمایش کنه. میزنه مهدی و توی دروازه مهدی هم گل میزنه. این مهدی شیری تمام ناشدنیه. فوق‌العاده محبوب هست در فوتبال شیراز استان فارس. ضربه پنالتیش هم به این نحو یه جایی فرستاد که دیگه رادوشویچ هیچ کاری نتونست بکنه. این هم کمال کامیابی نیا. چه خواهد شد؟ کمال کامیابی نیا. اسدی درون دروازه. کمال کامیابی میزنه و میگیره دروازه‌بان قشقایی. مهمترین پنالتی رو میگیره.
حالا همه بازیکن‌های قشقایی میان اون رو در آغوش بگیرن. اسدی اونا رو میگه برگردید یک بار دیگه با هم ببینیم. کمال کامیابی نیاز ضربهش رو میزنه و اسدی به این شکل توپ رو میگیره. به کامیابی نیای عزیز هم خسته نباشید میگیم، زحمت خودش رو کشید. 120 دقیقه تلاش کرد برای پرسپولیس. این پنالتی فکر میکنم مرادی هست، دورخش انجام میده، میزنه و توی دروازه. چه پنالتی رو میزنه مرادی که میانه زمین جنگید در 120 دقیقه برای قشقایی. فرشاد احمدزاده، این بازی مثل که تموم نمیخواد بشه، همینطور باید بمونیم و ببینیم پنالتی ها رو. فرشاد احمدزاده ششمین پنالتی پرسپولیس او خواهد زد با پای چپ. علی اسدی درون دروازه. همه ایستاده دارن بازی رو تماشا میکنن، چه پرسپولیسیا چه قشقایی ها. فرشاد احمدزاده نیمه دوم که اومد سر و شکلی داد به خط هافبک تیم پرسپولیس. احمدزاده با پای چپ میزنه و توی دروازه. گل برای احمدزاده و پرسپولیس. همه چیز برابر. شریفزاده خواهد زد، مدافع سخت‌کوش و با تجربه قشقایی محمد شریفزاده. حالا دارن ساق‌بندان هم اونجا با هم عوض میکنن. بازیکنای قشقایی خنده رو و با روحیه میره پشت توپ قرار بگیره. محمد شریفزاده. رادوشویچ درون دروازه. آی زاهدی فر بالا سر توپ حاضر هست. هر دو تیم 6 تا پنالتی زدن، یکی خراب کردن. 5 تا از پنالتی گل شده. شریفزاده چگونه فضل با پای راست. رادوشویچ شریفزاده، خود شریفزاده حالا میزنه و توی دروازه. گل دیگر برای قشقایی. قشقایی هفتمین گل خودش رو هم میزنه. ببینیم زاهدی چگونه میزنه برای پرسپولیس، زننده توپ بعدی. پروژکتورهای استادیوم حافظیه هم روشن شده. زاهدی اون هم به عنوان یار تعویضی به ترکیب پرسپولیس اومد. شهاب زاهدی بازیکن جوان این تیم. علی اسدی درون دروازه هست. زاهدی و اسدی اجازه میده آقای زاهدی فر. زاهدی با پای چپ میزنه و میگیره اسدی میگیره و حالا تیم قشقایی بازی رو میبره. اتفاق عجیب در جام حذفی فوتبال کشورمون. قشقایی شیراز پرسپولیس تهران رو شکست میده. اولین اتفاق خاص در جام حذفی امسال، اولین شگفتی، پیروزی قشقایی در مقابل پرسپولیس تهران. نیمه زرد باز هم به وجد میاد. 120 دقیقه تشویق کردن یک نفس قشقایی شیراز رو. کی باور میکرد که قشقایی از لیگ دسته دوم بیاد اینجوری مرد و مردونه مقابل پرسپولیس بازی کنه و به این شکل پرسپولیس رو در جام حذفی شکست بده. شهاب زاهدی اینجوری زد و علی اسدی که باز هم موفق شد توپ رو بگیره تا شادی به اردوی شیرازی ها بیاد. پرسپولیسی هم خوب کار کردن. پرسپولیسی هم تمام تلاش خودشون رو کردن. تیم بزرگ پرسپولیس با مربی خوبشون، با کادر خوبشون، طرفدارهای مورد احترامشون و زحماتی که بچهای این تیم کشیدن، در نهایت بازی یه سربرد داره یه سرباخته. این بار روی برتری با قشقایی بود. به قشقایی تبریک میگیم، به پرسپولیس هم تبریک میگیم. قشقایی مزد تلاش، زحمت، غیرت، تعصب و البته حمایت این همه تماشاچی زردرنگ رو
گرفت تا در نهایت پرسپولیس رو شکست بده و به مرحله 16 صعود کنه. حریف بعدی تیم قشقایی در همین ورزشگاه حافظیه انشالله تیم برق نوین شیراز خواهد بود تا اولین شگفتی در مسابقات جام حذفی فوتبال کشورمون رقم بخوره. باز هم تشکر میکنم از همه شما عزیزان، چه در دوستان عزیزم در شبکه استانی فارس، چه دوستان عزیزم جناب خیابانی مهمان عزیزشون آقای ابوالقاسم پور و دوستان عزیزم در شبکه سوم سیما و همه هموطنان عزیزمون که ما رو 120 دقیقه شاید هم قدری بیشتر تحمل کردن. انشالله که از این بازی لذت کافی و وافی رو برده باشن. به امید دیدارهای دیگه که از ورزشگاه حافظیه در خدمت شما عزیزان باشیم. تا به اون روز همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. خدایا رو حق نگهدارشون.